خب دوستان وینا اگه خریدید خیلی برد خوبی کردید توی خریدتون. ارزم بزرگ خیلی چیزاش قابل تعمیره. دوزنش رو راحتی که باز کنید، بوقش و استارتش و اینا همه میتونید سرویس کنید. استارتش این سمته خیلی وقتا استارت کار نمیکنه به خاطر اینکه ارزم بزرگ این قسمت چراغ قرمز روشن کن، یعنی سویچه که وقتی ترمز میگیرید چراغ قرمز روشن میشه اینجاست. این خراب میشه قدم اون سفیده رو میبینید پشت سیمدار، اون کلیدشه. اینو باید بگیرید بعد استارت بزنید. باتریتون رو چک کنید ولتاژ داشته باشه که بین استارت میزنید. استارتاشون چون کمتر استفاده میکنه اکثر چون باتری خراب میشه همیشه سالمه. سیما و اتصالات استارت رو چک کنید، مستقیم از اون زیر باک استارتش بزنید. این قسمت مهمی از موتور ارزم به حضورتون. قسمت باتری قرار میگیره. سیمای مثبت منفیه، قرمز مثبت مشکی منفیه. این سر شمع اینجا که میبینید، این کویل سر شمع اینجاست. ارزم بزرگ برای تعویض شمع باید حتما یا این قاب در بیاد. این قسمت مخزن اضافه آب رادیاتتونه، همیشه چکش کنید. خیلی ساده است، یه پیچو باز میکنه راحت اینو چک میکنید، آب پرش میکنید. اون قسمت از اون قسمت بغل گیجش معلومه چقدر آب داره، بهتون نشون میدم. ارزم به حضورتون یه باکش هم که میدونید اینجا گیجش از اینجا معلومه، گیج آبش، آب رادیاتشه. میتونید 4 تا پیچو باز کنید، باز مستقیم از اینجا چک کنید آب رادیاتور. و دیگه ارزم به حضورتون سیم ترمزش رو میتونید سیم ترمز هوندا بذارید، سیم ترمز عقب هوندا بذارید چون به هم اندازه فاصله داره. اگر این قسمت درفچه میتونید بتراشیدش بسازیدش و جاش بدید. دیگه ارزم به حضورتون لامپ عقبش هم این 2 تا پیچ عقب رو باز میکنید. بعض وقت جا میکنه با دریل باید بزنید بازش کنید. لامپ همون لامپ هوندا و اینجور چیزا، بهتر لامپ LED توش کار ببرید. چراغای ارزم بزرگت راهنماشونم صورت موازی هن، جلو و عقب. واسه 4 کنتاکت کردنش واسه من راحت میتونید یک کلید استفاده کنید و برق مثبت راهنمای چپ رو به راهنمای راست بزنید، چپ رو به راست بزنید یا راست رو به چپ فرق نمیکنه، مثبت ها رو به هم وصل میکنید. هر وقت این کلید روشنه و راهنما میزنید. ارزم به حضورتون 4 تا چراغاتون رو شروع کنید راهنما و 4 کانتاکت زدن، چشمک زدن. و ارزم به حضورتون خیلی هم قشنگ، هم برای ایمنی و شب استفادهش میتونید بکنید. و مثل موتورهای بنلی و اینجور چیزا 4 کانتاکت داشته باشید، خیلی جالبه این کار استفاده. بعد من اینجا ارزم بزرگتون اون این قسمت ترمزم که خراب شد، سیم ترمز میگرفتم میخواستم استارت بزنم دیگه، این خراب شد سیمش رو، اینا کلیدش هم خراب شد، یعنی این تحقیق راه برای درست کردنش نبود. من اومدم یه دونه از این سویچ ها استارتر کیت سویچ توی بازار استفاده کردم و اینو میگیرم جای ترمز، بعد استارت هم میگیرم، شروع کنه هندل خوردن و روشن شدن. و اینم گذاشتم برای نور بالا و پایینش، چراغ نور بالا پایینش رو خواهم روشن کنم چون ندارم، اینا همیشه روشن دارم. برای نور موتورم برای تقویتش از هدلایت سایپای استفاده کردم، حالا ساینام بوده گذاشتم روش، M8 پرو خیلی عالی بوده. بعد ارزم بزرگ همینم ترمز جلوشه، با ترمزهای موتورهای دیگه میتونید استفاده کنید ازش. هندلش نحوه روغن عوض کردنشم. خب این قسمت یه پیچی داره، این قسمت آیلش ایناش قشنگ جفت جک. این قسمت اینو باز میکنید، روغنتون عوض میکنید ماهی یه بار و ارزم به حضورت هر 1000 تا روغن تخلیه میکنید و
دوباره از اون سمت. این قسمت یه پیچی هست، این زیر موتوره، اونو باز نکنین زیاد. اون فیلتر روغنتونه، نیاز نیست فلزی هم هست، حالا هر چند بار یه نگاهش کنین بازش کنین، با بنزین شستشو شد. برای ریختن روغنم از این قسمت روغن میریزید. اکثرا روی درشون نوشته چقدر نیازه، این 780 سانتی متر نوشته، منظورش 780 سی سیه. شما 800 سی سی بریزید توش، یعنی 200 سی سی کمتر از 1 لیتر. اون بگیم مقدار اضافی هم که میریزید به خاطر اینکه یه مقدارش داخل قیف میمونه، یه خوردش میریزه، یه خوردش تو بطری میمونه، داخل پیالتون میمونه، مشکلی نیست و مشکل ایجاد نمیکنه. هرچه سوال داشتیم بگید. این قسمت قفل هم گیربکس رو انجام میده، داخل گیربکس همین دریچه رو میبنده. یه سویچ هم که برگردن تمام فرمون رو قفل میکنه و حالت روشن کنه، دوباره برگرده بدون که فشار بدی داخل. صندوق زیر صندلی که باز میکنه که خیلی هم بزرگ. ممنون. لایک کنید، سابسکرایب کنید تا فیلم های بعدی هم بزرگ.